قرار بود به عقب بر نگردیم، ولی اینطور که پیداست آخوندا مملکت رو از دوره قاجاریه هم عقب‌تر بردن. بدتر از دوره قاجاریه دیگه کارشون از فروش روستا و شهر و استان و بندر گذشته، افتادن به دریا فروشی. اون هم چه دریایی؟ دریای خزر که همه براش دست و پا میشکنن و سهم 50%مون حالا شده 11%. که در ازاش چی بگیرن؟ هیچی. حمایت روسیه و آیت الله پوتین از حکومت آخوندی در برابر تهدیدهای کشورهای غربی. ای توف به شرفتون، دیگه کارتون به جایی رسیده که دریا رو هم مفتی میفروشی. مشاور املاک عظما بفرمایید. بله خودم هستم. جونم بفرمایید. نه اون ساختمون 14 طبقه رو پیش پای شما فروختیم. راستیتش یکی از این آقازاده ها عازم سفر کانادا بود، دستوالش خالی بود، اونو فروختیم دادیم ایشون که میره اونجا احساس غربت نکنه. جان؟ بله بازم داریم، تا دلتون بخواد داریم. این داشت یه ساختمون اداری داریم وسط تهرون، 6000 متر مربع با بالکن و جکوزی و استخر داخل محبته و بله کوچیکه، به درتون نمیخوره. خب ببین یه خیابون دارم چپ و راست مغازه‌های لوکس، توش 3 تا پاساژ داره، 6 تا پژو پلاک دولتی هم اشانتیون میدیم زیر قیمت بازار. جان بازم کوچیکه. خب ببین داداش یه مورد اوکازیون دارم واسه یه شهر با همه امکاناتش، چاربر، تمیز، شیک، لاکچری، 150 تا خیابون داره، 200,000 نفر جمعیت با کلی امکانات، تازه مسئولینش هم امام جمعهش هم اشانتیون میدیم روش. آره جان فایده نره. ببین داداش یه چیزی بهت معرفی میکنم دیگه، نگو. یه دریا داریم شمال کشوره، استخر، جکوزی، سونا، کلی ساحل اختصاصی، ویو بی انتها، دید ابدی، پر از نفت و خاویار و ماهی و وسعت لایتناهی، کلی هم گاز و بنزین و پالایشگاه، امکان مانور نظامی هم داره، 3 نفس با سند 6 تنگ منقوله دار، تازه اگه اینو بگیری عمه مقام عثمان هم روش اشانتیون میدیم. جان قولنومه کنم؟ اوکی. ببین بس وزیر خارجه‌تون بگو یه اجلاسی چیزی ترتیب بده، منم این وزیر خارجه‌مونو بردارم بیارم که قولنومه‌اش کنیم دیگه. آره فقط به پوتین بگو حواسش به ما باشه دیگه. آره دیگه قربون دستت. ما فردا در خدمتیم. کارت شناسایی یاد نره فقط.